امروز داره به ما میگه برای خدا منتظر باش، قوی شو و خدا تو را تقویت خواهد کرد، ولی منتظر خدا باش. چطور میشه ما رو در زمان انتظار که زمان خوبی دیده نمیشه ما رو تقویت کنه خدا؟ نگران هستیم، ترس داریم، اضطراب داریم، اما امروز خدا به ما میگه او در زمان انتظار شخصیت ما رو، اعتماد ما رو، اطمینان ما رو که همون ایمان ماست امتحان میکنه. خداوند در اون شرایط ما رو امتحان میکنه. اگر امروز زمان بسیار گذشته، دلمون لرزیده، خدا میخواد ما رو تقویت کنه. اگر امروز در سختی و نگرانی هستیم، خدا میخواد در این زمان انتظار ما رو تقویت کنه. خدا میخواد ما رو قوت ببخشه.